ببینید الله سبحانه و تعالی برای ما بیان می کند این مسئله رو در آیات زیادی از قرآن کریم. ببینید دوست گرفتن، اعتماد کردن به کفار، این یکی از موارد خیلی مهمی است که در آیات متعددی در قرآن کریم روش تاکید شده و برای مسلمان ها بیان شده. من یکی از این آیات رو خدمت شما عزیزان در اینجا بیارم با هم این رو بخونیم. در سوره آل عمران آیه 28 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. میگه که مؤمنین کفار رو دوست و رفیق مورد اعتماد خودشون نمیگیرند به غیر از مؤمنین، یعنی بالای کفار اعتماد نمی کنن. و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، و کسی که این کار رو بکند هیچ رابطه، هیچ علاقه با الله سبحانه و تعالی که انه ندارد. الا ان تتقوا منهم تقا، الا که کسی جانش در خطر باشه تقیه بکنه، یعنی ایمان و تقوا و دشمنی با کفار و این رو در درونش داشته باشه، اما به خاطر نجات خودش با اونها مدارا بکنه. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، و الله سبحانه و تعالی شما رو بر حذر می‌دارد از اینکه وارد این گونه اشتباه بشید و بازگشت همه شما به سوی الله سبحانه و تعالی است. ببینید دوستان عزیز، امروز کسانی که اعتماد میکنن به کفار، به سلاح کفار، دیدیم مثلا در حمله اخیری که در قطر صورت گرفت، همه اون سیستم هایی که آمریکایی ها داده بودن و در اونجا نصب کرده بودن به خاطر امنیت و دفاع، روزی که اسرائیلی حمله کردن هیچ کدومش کار نکرد. این نتیجه چی است؟ نتیجه اعتماد کردن به کفار. کشورهایی که هواپیمای F-35 از آمریکا خریدن بدون اجازه آمریکا نمیتونن روشنش بکنن. شما تصور بکن این کامپیوتر رو مثلا من از یک شرکتی خریده باشم، هر موقعی که بخوام برنامه آن رسیکر رو اجرا بکنم باید ایمیل بزنم به این شرکت، این شرکت برای من یک کدی بفرسته، بعد من این کد رو وارد بکنم تا که کامپیوتر برای من روشن بشه. خب در این حالت شما همه اختیارتون رو در اختیار اون شرکت قرار دادید. اون شرکت چه وقت بخواهد شما میتونید برنامه اجرا بکنید، نخواهد نمیتونید اجرا بکنید. امروز سلاحایی رو که خیلی از کشورهای اسلامی از آمریکا خریدن، حکایتش همین است. اختیارش دست اونهاست. هر موقعی که خواستن میتونن منفجرش بکنن، میتونن که از کار بیاندازنش، میتونن اصلا طوری عمل بکنه که شما نتونید از اون استفاده بکنید. به خاطر همین است که الله متعال میگه که وعدوا لهم ما استطعتم، شما آماده کنید خودتون قوت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در تفسیر این آیه میفرمایند الا ان القوة الرمی، آگاه باشید ای مسلمان ها که قوه‌ای که در اینجا ذکر شده، نیرویی که در اینجا ذکر شده تیراندازی است. از این بیشتر چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما آشکارا بیان بکنن؟ یعنی تیر و کمانتان رو، تیر و تفنگتون رو، بمب و هواپیما و راکت و تانگتون رو خودتون بسازید، و الا له و لورده میکنن اونها، خورد میشید در زیر چکمه های اونها. الله متعال نمیخواد که مؤمن مسلمان ذلیل باشه و خار باشه. بعضی میرن به خاطر چی؟ دیدیم در جلسه اخیر با ترامپ، خیلی ها میرن فکر میکنن که در کنار اونها باشن، در کنار آمریکا باشن، اینا بهشون عزت داده میشه، اینها براشون قدرت داده میشه، اینها میتونن حکومت بکنن.
الله متعال در جواب اینها چی میگه؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، کسانی که کفار رو میرن دوست خودشون میگیرن، من دون المؤمنین، به غیر از مؤمنین، با مجاهدین، با مجاهدین فلسطین، با مجاهدین افغانستان، با مجاهدین در سراسر دنیا دشمنی میکنن، میرن در کنار ترامپ وای میستن. به خاطر چی؟ ایبتغون عندهم العزه، آیا عزت رو در نزد آنها جستجو میکنند؟ ببینید چقدر واضح برای ما بیان شده. بعضیا فکر میکنن یعنی این مسائلی که امروز اتفاقاتی که میفته هیچ دستورالعملی، هیچ بیانی در قرآن و سنت در مورد این، حتی بعضیا فکر میکنن که نه یک کتابی است که بالای سر مرده باید خوانده بشه. ببینید این سیاست است، این درس سیاست است که داره قرآن به مسلمان ها، به حکام مسلمان ها. ایبتغون عندهم العزه، آیا در نزد اونها عزت رو جستجو میکنید؟ فان العزة لله جمیعا، بدانید، آگاه باشید که عزت فقط در نزد الله هست. الله هست که به کسی بخواد عزت میده و به کسی بخواد ذلت میده. اما اینها عزت و ذلت رو در کجا جستجو میکنن؟ در نزد ترامپ، در نزد آمریکا. این آیه رو دیگه همه شما باش شاید آشنا باشید. قل اللهم مالک الملک، بگو بارالها، ای پادشاه پادشاهان، ای مالک همه هستی، تؤتی الملک من تشاء، به هر که بخوای تو ملک میدی، و تنزع الملک ممن تشاء، و از هر کسی بخوای ملکش رو میگیری، و تعز من تشاء و تذل من تشاء، هر کسی رو بخوای عزت میدی، هر کسی رو بخوای ذلت میدی. این عزت و ذلت در دست الله سبحانه و تعالی است. بیدک الخیر و انک علی کل شیء قدیر، خیر در دست تو است و تو بر هر چیزی قادر و توانا هستی.